آموزشگاهی باشم، بفرمایید. سلام، من با استاد کاظمی کار بله، گوشی خدمتتون باشه. ببخشید ایشون تشریف بردن بیرون، اگر لطف کنید با موبایلشون تماس بگیرید. لطف میکنی شماره‌شون رو به من بدی؟ باشه. اجازه بفرمایید. بفرمایید. 0912 بله 26. مرسی خانم، خیلی ممنون. خداحافظ. بفرمایید. آقای دانشی منم. بله. ببخشید من بارها آمدم گفتم که کرایه رو بدید، گفتید امروز فردا 3 روز دیگه. حالا شما نظرتون چیه در این مورد؟ کی میتونید به من بپردازید بگید، چون من جایگزین میخوام بیارم بکنم، این نمیشه. شما یه هفته، نه 4 روز، 3 روز دیگه به من مهلت بدید، من اینجا رو خالی میکنم. امروز فردا 3 روز دیگه 2 هفته دیگه این نشد. من جایگزین دارم میخوام بیارم نشون بدم اتاقو با اجازهتون. شما که تا الانش رو تحمل کردید، این 3 روزم تحمل کنید. چشم، من میرم، هم پولتون رو میدم، هم اینجا رو تخلیه میکنم. بابا گوشام پر از این حرفا، عجیبه. اینقدر تکرار کردی که من دیگه همه چیز فهمیدم. حالا من میارم اون جایگزینت اینجا ببینم. باشه بگید بیاد. بفرم. عجب آدمی یا. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is... آرش، آقا آرش، آقا آرش، آقا آرش، 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 آقا آرش، آقا آرش، آقا آرش، آقا آرش.
دفعه رو به خاطر رفاقتمون به حال بده. دفعه بعد این معمول بازیه. برو فردا بیا. جون هر کی میپرستی امپراتیفش کن. حالا برو پول رو جور کن بیا ببینم چیکار می‌کنی. بابا این جیب منه، شیپیش داره توش بالانس میزنه. داده جون مادر باشه نه فردا بله بفرمایید. نه خیر بابا تعمیر نده. خواهش می‌کنم. سلام آقا. سلام آقا. خسته نباشید. متشکرم. قربان من یه عرضی داشتم. میشه یه جا راحت‌تر بشینیم صحبت کنیم؟ بفرمایید. مجوز ارشاد دارین؟ والا مجوز به اون شکلی که شما میگید من ندارم حقیقت، ولی میتونم از دانشگاه یه نامه‌ای براتون بیارم که من دانشجوی رشته موسیقی هستم و تو ساز سنتور نوازندگی هم میکنم. شما باید برین ارشاد مجوزتون بگیرین، بعد نه اینجا جاهای دیگه هم شاید امکانی باشه برای کار کردن. یعنی بدون مجوز هیچ راهی نداره برای شما که من بیام اینجا کار کنم اصلا؟ و به هر صورت منم مهندس نساج میشم شدم قهوه چی. به هر صورت باید زندگی کردیم.
من با مدیریت اینجا کار داشتم. میگه لطف کنید صداشون کنید. خیلی چند ممنون. لحظه چشم در خدمتی. بفرمایید. سلام. خسته نباشید. مرسی. من یه صحبت کوچولویی با شما داشتم. خواهش میکنم. شما مجوز کار از وزارت ارشاد دارید؟ مجوز ارشاد نه، ندارم مجوز ارشاد. فکر میکنین که بتونید از این راه موفق بشید؟ ما در اینجا موسیقی زنده نداریم. جاهایی هست که موسیقی زنده دارن، ولی اونها هم اگر بخوان شما رو استخدام بکنن و یا کار به شما بدن، حتما باید شما مجوز کار از وزارت ارشاد داشته باشید. پس هیچ راهی نداره که من بتونم جای کار کنم؟ من فقط اینو میتونم بگم که تا اونجایی که برام ممکن باشه من به شما کمک میکنم، ولی از نظر کاری هیچ کاری نمیتونم برای شما انجام بدم. آخه من به این کار نیاز دارم. بله ممکنه شما نیاز داشته باشید، ولی قانون مملکت ما اینه. اگر شما در فکر این هستید که بتونید از طریق نوازندگی تامین زندگی بکنید، این بعید به نظر میرسه. خیلی از برای بچه ها من جمله خود من، ما کار تئاتر میکردیم، اما به یک نقطه رسیدیم که دیدیم اون جوابگوی زندگی ما نیست. بل اجبار رفتیم دنبال کار دیگه. به نقطه رسیدیم که دیگر این کار اصلا فراموش شد. چون همینطوری که من عرض کردم، زندگی یه واقعیت هست، هزینه های زندگی یه واقعیت هست. اینها را از طریق کار هنر نمیشه تأمین کرد. شما ببینید الان هنرمندایی که ما داریم، اینا زیر صفر دارن زندگی میکنن. بنابراین من به عنوان یک پدر به شما این نصیحت میکنم، شما بگردید کاری پیدا بکنید که از اون طریق بتونه تأمین زندگی بکنید. کار نوازندگیتون هم به عنوان یک هنر به موازاتون ادامه بدید. سازی که این قیمتشه شما باید بذاری برات بفروشی، چون ساز گرون ما اینجا نمیتونه بفروشی. یا میارن بچه از استادایی که سازندن تهیه میکنن، سازایی که اینقدر مبلغش بالاست میتونیم برات بفروشیم. البته سازتون این قیمت میارزه. منتها الان فصل امتحانات جووناست، فصل امتحانات دانشجوهاست، یه مقدار به درساشون میرسن تا خرید ساز و موسیقی. اگه عجله نداری